وقتی نمادها رو بشناسی نگاهت به دنیای هنر متفاوته. توی این نقاشی مارک کوستابی انسانی رو به تصویر کشیده که سر شبیه تخم مرغه. تخم مرغ نماد آفرینشه و سری که به صورت تخم مرغ کشیده شده انسانی رو نشون میده که دارای ایده ها و افکار خلاقانه است. توی دست راستش گوی زرده، یعنی ایدئالگراست و در پی رسیدن به قدرت و شهرته. توی دست چپش کتاب قرمزه، یعنی بر اساس آگاهی و سیاست پیش میره. پشت سرش ماه کامل کشیده شده، یعنی با تمام احساساتش عمل میکنه. و کتاب‌های قرمز روی میز یعنی هنوز باید برای اهدافش اطلاعاتی به دست بیاره و براشون تلاش کنه. زاویه انگشت‌ها، سر و همینطور رنگ خاکستری به مخاطب نشون میده که این فرد روزی در آینده نزدیک موفق میشه و به اهدافش میرسه. اگه به نمادشناسی علاقه‌مندی پیجمو دنبال کن.